بسم الله الرحمن الرحیم. و جلسه دوم از بخش اول درس مبانی برنامه‌نویسی کامپیوتر در خدمت شما هستیم و در این جلسه میخوایم در مورد مفهوم برنامه، مفهوم الگوریتم و مفهوم ساختمان داده صحبت کنیم. اما اساساً یک برنامه ترکیب دو بخش مجزاست، بخش تحت عنوان الگوریتم و بخشی تحت عنوان دیتا استراکچر یا ساختمان داده. ما میتونیم بگیم یک برنامه کامپیوتری دو بخش مختلف داره. بخش اول الگوریتم اون هست. الگوریتم اون منطق و روند برنامه رو مشخص میکنه. منطق و روند برنامه توسط الگوریتم مشخص میشه و در واقع مراحل اجرایی برنامه است. و دیتا استراکچر یا ساختمان داده شیوه ذخیره سازی داده ها در داخل حافظه توسط برنامه رو مشخص میکنه. یک برنامه ترکیبی از طراحی دیتا استراکچر و طراحی الگوریتم برنامه است. میخوایم امروز در مورد این موضوع صحبت کنیم و این مفهوم رو باز بکنیم و ببینیم که چطوری میتونیم برنامه‌هایی رو بنویسیم. اما مفهوم الگوریتم که در موردش صحبت شد، به مجموعه متناهی از دستورالعمل‌ها گفته میشه که مراحل انجام کاری رو به صورت گام به گام و به ترتیب مشخص میکنن. یک الگوریتم روند انجام یک کار رو به صورت پله پله مشخص میکنه. این کلمه الگوریتم کلمه جالبیه، برگرفته از واژه الخوارزمیه. الخوارزمی نام دانشمند ایرانی و طراح اولین الگوریتم های ریاضی و الگوریتم های محاسباتیه. خوارزمی یک دانشمند بزرگ ایرانی اسلامی بود که برای انجام محاسبات اومد الگوریتم هایی رو طراحی کرد و این الگوریتم ها به صورت پله پله عمل میکنن، یعنی مرحله مرحله مشخص میکنن که فرایند اجرایی کاری باید چجوری اتفاق بیفته و در پله بعدی چه کاری بایستی پس از اون انجام بدیم. میخوایم وارد این مفهوم بشیم و در مورد این مفهوم بیشتر صحبت بکنیم. الگوریتم ها اساس تشکیل برنامه های مختلف رو میدن و در علوم کامپیوتر، هوش مصنوعی و دانش مرتبط با بازیسازی، کامپایلرها، سیستم‌های عامل، روباتیک، هوافضا اونا نقش بسیار مهمی دارن. الگوریتم‌ها نمونه‌های خیلی مختلفی دارن، شامل الگوریتم‌های مرتب سازی اعداد، الگوریتم‌های طراحی مسیر، الگوریتم‌های تطابق گرافی، الگوریتم‌های مربوط به جستجوی عمقی و تعداد بسیار زیادی از مفاهیم که اینجا توسط الگوریتم‌ها توصیف میشه. نمونه از الگوریتم‌ها اینجا میبینید. الگوریتم‌ها در قالب شبه کد میتونن توصیف بشن. به این چیزی که ما اینجا میبینیم این شبه کد، یک شبه کد یا یک نوشتار میتونه یک الگوریتم رو توصیف بکنه. مراحل پله پله انجام یک سری کار توسط یک شبه کد توصیف میشه و یک الگوریتم رو برای ما
شکل میده. همچنین ما میتونیم برای نمایش الگوریتم از مفهومی به اسم فلوچارت استفاده کنیم. فلوچارت یا روند نما شکلی به این صورت: مجموعه از اشکال هندسی که با خطوط به هم وصل شدن و داخل هر کدوم از شکل ها نوشته هایی قرار میگیره و داخل این نوشته ها مراحل انجام یک کار الگوریتم رو مشخص میکنه. خب در مورد فلوچارت میخوایم صحبت کنیم که گفتیم یک نمایش گرافیکی از الگوریتم. این نمایش گرافیکی شامل یه سری شکل هاییه. مثلا از شکل بیزی برای نمایش دادن شروع و خاتمه عملیات ما استفاده میکنیم. همونجوری که اینجا میبینید شروع عملیات و خاتمه عملیات توی هر الگوریتمی باید مشخص باشه. این شکل بیزی برای شروع عملیات و خاتمه عملیات رو با استفاده از بیزی نشون میدیم. شروع عملیات به معنی شروع فعالیت برنامه، ورود داده های برنامه به حافظه رم. حافظه رم یا حافظه Read Access Memory حافظه‌ای که در زمانی که برنامه ها میخوان اجرا بشن بایستی داده ها وارد اون بشن. به اضافه وقتی میگیم برنامه شروع میشه، فعالیت برنامه، داده های برنامه و اختصاص منابع به برنامه اتفاق میفته. خاتمه برنامه به معنی گرفته شدن منابعی که توی کامپیوتر وجود داره از برنامه‌ای که در حال اجراست و خروج برنامه از حافظه، اتفاقی که در لحظه شروع و پایان میفته. هر برنامه‌ای تشکیل شده از یک دستور شروع، یک دستور پایان که مشخص میکنه که برنامه کی شروع شده و کی باید وارد حافظه شه، داده هاش بیان داخل و منابع CPU و منابع رم اختصاص پیدا کنن به این الگوریتم. شکل دیگه ای که در توصیف فعالیت های الگوریتم در فلوچارت استفاده شده علامت مستطیلی. عملیات مستطیلی به شکل مستطیل عمل محاسبه و مقداردهی رو به ما انجام میده. یکی از کارهای مهمی که توی الگوریتم داریم محاسبه و مقداردهیه. محاسبه کردن یک عدد مثل جمع، تفریق، ضرب، تقسیم و عملیات اند و اور، عملیات بیتی بهش میگیم. توی این شکل ها با استفاده از مستطیل نمایش داده میشه. همچنین اختصاص یک مقدار به یک حافظه. ما گفتیم که برنامه ما یک ساختمان داده‌ای داره. این ساختمان داده ها با اسم های مختلفی مشخص میشن. یک خونه از حافظه که اسمش سیه. وقتی میگیم 0 بره داخل سی یعنی یک خونه از حافظه تعریف بشه و عدد 0 داخلش قرار بگیره. و وقتی میگیم 0 بره داخل اس یعنی خونه از حافظه تعریف بشه و عدد 0 بره داخل اون ذخیره بشه. به این عملیات میگیم عملیات مقداردهی، یعنی تعریف یک نقطه از حافظه، گذاشتن یک اسم مشخص در اون نقطه و قرار دادن یک مقدار داخل اون بخش حافظه که میگیم مقداردهی یا انتساب. عمل دیگه ای که در بحث الگوریتم ها و نمایش اونها با استفاده از فلوچارت وجود داره بحث ورود اطلاعات و خروج اطلاعات. ورود و خروج اطلاعات
با استفاده از شکل‌هایی به این صورت نشون داده میشن. ورود اطلاعات رو اینجا میبینیم. وقتی ما اینجا علامت متوازی الاضلاعی رو داریم، یعنی عدد n رو از ورودی بگیر. ورودی یک عددی رو توی حافظه تعریف میکنی، اسم این حافظه رو میذاری n و از کاربر عددی رو میگیری در داخلش قرار میدی. مثلا عدد 5 رو از کاربر میخونم و داخل حافظه‌ای به اسم n قرار میدم. این شکل معنیش اینه. باید بیای یک بخشی از حافظه رو تعریف کنی، اسمشو بذاری n و مقدار عددی مشخصی رو از کاربر در قالب ورودی بخونی. این ورودی ها چه میتونه از طریق کیبورد خونده بشه، یا میتونه از طریق موس خونده بشه، یا میتونه از طریق هر وسیله‌ای که ورودی رو میتونه برای یک کامپیوتر یا ماشین یا گوشی تلفن همراه یا ربات تامین بکنه، خونده بشه. خوندن ورودی با همچین شکلی مشخص میشه. وقتی ما میخوایم خروجی رو چاپ بکنیم از این علامت استفاده میکنیم. البته میتونیم از خود همین شکل متوازی الاضلاع هم استفاده کنیم. متوازی الاضلاع هم برای ورود و هم برای خروج در روندنما یا فلوچارت مورد استفاده است. خب بیشتر البته از شکلی به این صورت یک مستطیل بریده شده که نماید دستگاه‌های پانچ قدیمی استفاده میشه. وقتی ما میخوایم بگیم اینجا برنامه فلان مقدار حافظه رو در خروجی چاپ بکنه، میایم از این شکل استفاده میکنیم. اس یه بخشی از حافظه است که بهش میگیم حافظه متغیر خروجی و اعدادی ممکن تو این باشه، مثلا عدد 100، عدد 1000 یا عددی تو این باشه. این اس رو چاپ میکنه، یعنی مقدار داخل این حافظه رو ارسال میکنه به دستگاه‌های خروجی. دستگاه خروجی ما میتونن شامل پرینتر، مانیتور، اسپیکر و هر وسیله‌ای که میتونه یه خروجی رو دریافت کنه و اون رو به کاربر منتقل بکنه باشه. خب یه شکل دیگه هم ما اینجا داریم، شکل تصمیم گیری و شرط گذاری. تصمیم گیری و شرط گذاری به این صورته. از یک لوزی استفاده میکنیم و یک شرطی رو داخل اون مینویسیم. در روند اجرای الگوریتم میبینید مراحل به صورت فلش با هم دیگه وصل میشه و یه جاهایی شرط هایی گذاشته میشه. اگر این شرط درسته بیا این کار انجام بده سمت راست، اگر این شرط نادرسته بیا سمت پایین یه کار دیگه انجام بده. ما میتونیم برای ایجاد شرط ها در روند اجرای یک الگوریتم از این همچین شکلی استفاده کنیم. و همونطور که میبینید کل یک الگوریتم تشکیل شده از یه همچین مراحلی، یعنی مرحله شروع و خاتمه برنامه، عملیات محاسبه و مقداردهی. محاسبات شامل 4 عمل اصلی معمولا جمع و تفریق، ضرب و تقسیم و یه سری محاسباتی که روی بیت ها انجام میشه، مثل صفر کردن 1 یا 1 کردن 0 که مکمل گیری، و مقداردهی که اختصاص یک مقدار به یک حافظه است. عمل بعدی گفتیم ورود و خروج اطلاعات و یه عمل دیگه هم داریم که تصمیم گیری و شرط. هر الگوریتمی اساساً از همین عناصر درست شده، یعنی منطق یک برنامه، منطق و روند یک برنامه توسط همین عناصر توصیف میشه. پیچیده‌ترین برنامه‌ها، بازی‌های کامپیوتری، سیستم عامل‌ها تشکیل شدن از مراحل خیلی ساده‌ای به این شکل. خب همونطوری که به مواردی اشاره کردیم، عنصر دوم هر برنامه دیتا استراکچر اونه. دیتا استراکچر یا ساختمان داده، نحوه تعریف متغیرها و اختصاص حافظه
به اونهاست. اختصاص حافظه کامپیوتر. اینکه ما چه جوری میایم یک متغیری رو، یک فضایی رو برای یک عدد تعریف میکنیم و بعد حافظه ای رو بهش اختصاص میدیم، به این میگیم ساختمان داده برنامه. یک نوع از ساختمان داده متغیرهای خیلی ساده‌اند. متغیر ساده، مثلا شما یه حافظه رو تعریف کنی، بگی من میام توی این حافظه یک عددی رو ذخیره میکنم، عدد مثلا 5 یا عدد 3.3 یا عدد 0.14. یا میتونیم یک متغیر ساده تعریف کنیم و به جای عدد توش کاراکتر ذخیره کنیم، کاراکتر آ. یا به جای کاراکتر میتونیم توش بیایم مقدار 0 رو 1 ذخیره کنیم، فقط 0 یا فقط 1. یا میتونیم داخلش رشته ذخیره کنیم، مثل علی. به اینا میگیم متغیرهای ساده. فضاهایی از حافظه هستن که توی اونها ما میتونیم مقادیری رو ذخیره بکنیم. یک فضایی از حافظه، فضایی از حافظه برای ذخیره سازی مقدارهای برنامه. میگیم متغیرهای ساده. متغیرهای ساده میتونه کنار هم بشینه و یک بردار تشکیل بده. بردار هم یک نوعی از ساختمان داده است که در برنامه‌ها مورد استفاده قرار میگیره. یا میتونه ماتریس تشکیل بده. بردارهای دو بعدی رو ما بهش میگیم ماتریس که شامل سطر و ستون هستن. یا میتونه آرایه 3 بعدی تشکیل بده. آرایه‌های 3 بعدی دارای 3 بعد سطر و ستون و ارتفاع یا عمق هستن. یه نوع دیگه از ساختمان داده ها که در برنامه ها میتونه استفاده بشه دیتا فریم یا جدوله. یک جدول شبیه یک ماتریسه ولی مقدارهای متفاوتی در عناصرش میتونه ذخیره بشه. و نوع آخری که حالا در مورد ساختمان داده اینجا داریم لیست ها هستن. لیست ها مجموعه به هم چسبیده ای از بردارها، آرایه‌ها، جدول‌ها و عناصر متغیر ساده هستند. هر برنامه‌ای برای اینکه بتونه در حافظه اجرا بشه باید ساختمان داده خودش رو تعریف بکنه تا بتونه شیوه مدیریت حافظه رو در دست بگیره و بتونه با حافظه بهتر تعامل بکنه. خب میخوایم در مورد فلوچارت صحبت کنیم. یک مثال خیلی ساده از فلوچارت رو میخوایم بررسی کنیم. در مورد فلوچارت یا الگوریتمی که 3 عدد رو بخونه و بیاد تصمیم گیری کنه. اگر عدد سوم 0 بود حاصل جمع 2 عدد دیگه رو بیاد نمایش بده. اگر عدد سوم منفی بود تفاضل 2 عدد دیگه رو نشون بده و اگر عدد سوم مثبت بود حاصل ضرب 2 عدد دیگه رو نشون بده. پس ما اول باید 3 عدد رو بخونیم و بعد به این صورت تصمیم گیری کنیم. فلوچارت اینجا با هم میبینیم. مرحله اول فلوچارت نقطه شروعه. شروع باعث میشه که الگوریتم فعالیت خودش رو در حافظه کامپیوتر آغاز بکنه و دستورالعمل‌ها رو از محیط خارج بیاره داخل، توی رم قرار بده و سی پی یو منابعی رو برای محاسبات و منطق به برنامه اختصاص بده. اما قسمت بعدی گفتیم 3 عدد رو بخونه. برای خوندن 3 عدد ما اینجا به این صورت عمل میکنیم. علامت خوندن در شکل فلوچارت معادله دستورالعملیه که میاد 3 تا متغیر ساده در حافظه تعریف میکنه و بعد برای این 3 تا متغیر ساده مقدارهایی رو از کیبورد یا
از وسیله ورودی که قرار دادیم دریافت میکنه و داخل اینها قرار میده، مثلا عدد 3، عدد 5 و عدد 7. فرض کنیم این 3 عدد رو کاربر ما به عنوان ورودی توی برنامه وارد میکنه. قسمت بعدی قسمت تصمیم گیریه. اگر C مساوی 0 بود، بیا سمت راست. یک عمل دستور تصمیم گیری داریم. عمل شرط یا تصمیم گیری مشخص میکنه که اگر این شرط برقرار بود این کار رو انجام بدیم و اگر برقرار نبود بیایم به سمت پایین و یه شرط دیگر رو بررسی کنیم. خب اگر C 0 بود، طبق این چیزی که تو برنامه گفتیم، اگر عدد سوم 0 بود، میاد حاصل جمع دو عدد رو در یک فضای جدیدی به نام D میذاره. یک D رو تعریف میکنه، مثلا این دوتا رو جمع میکنه با هم دیگه و مقدار 8 رو میذاره داخل D. این دوتا جمع میشن و وارد حافظه D میشن. اگر این C مساوی 0 نباشه میاد بررسی میکنه. اگر C منفی باشه میاد به سمت چپ. حاصل تفاضل آیمن های B رو میذاریم توی D. اگر C منفی باشه که اینجا C منفی نیست، حاصل تفاضل آیمن های B رو میذاریم تو D. اینجا هیچ کدوم از این شرط اجرا نشده، پس همچنان D هنوز داخلش چیزی قرار نگرفته. میاد نگاه میکنه. اگر C مثبته، طبق این چیزی که بررسی کردیم، این اتفاقیه که تو الگوریتم اینجا میفته. C عدد 7، آی ضرب در B رو میذاره توی D، یعنی عدد 15 میاد داخل حافظه D قرار میگیره. و بعد میام اینجا همه شرط ها به این نقطه میرسن و از این نقطه الگوریتم هدایت میشه به سمت چاپ کردن مقدار D. مقدار D رو چاپ میکنه و بعد میاد به نقطه پایان که اینجا خروج برنامه از حافظه است. حافظه و اختصاص منابع CPU نسبت به اون قطع میشه. برنامه از حافظه خارج میشه و دیگه منابعی بهش اختصاص پیدا نمیکنه. این نمونه از یک الگوریتم بود که در قالب یک فلو چارت نمایش داده شد. برنامه نویسی یک مرحله طراحی این الگوریتمه. این شکل رو ما بتونیم طراحی بکنیم و روند منطقی برنامه رو مشخص کنیم. روند منطقی برنامه اینجوریه که از این نقطه شروع میشه و همیشه دقیقاً برنامه میدونه که توی گام بعدی باید چه کاری رو انجام بده. این منطقه یک برنامه یا الگوریتم برنامه است. در کنارش میبینید که ما عناصری از حافظه رو به اسم A, B, C و D داریم تعریف میکنیم. به این میگیم ساختمان داده برنامه. و این ساختمان داده برنامه میاد برای کار برنامه، برای محاسبات برنامه مورد استفاده قرار میگیره. خب تو این قسمت میخوایم در مورد الگوریتمی صحبت کنیم که میتونه یک عددی رو بگیره و تشخیص بده که آیا اون عدد اول هست یا نه. الگوریتم تشخیص عدد اول. خب ما چطوری میتونیم تشخیص بدیم یک عددی اول هست یا نیست؟ میایم چیکار میکنیم؟ عدد رو مرتباً تقسیم میکنیم به اعداد کوچکتر از خودش، اعدادی از 2 تا نصف عدد. اگر بر یکی از اونها بخش پذیر باشه ما نتیجه میگیریم که این عدد اولی نیست. عدد اول نبایستی هیچ گونه مقسوم علیهی غیر از خودش و 1 داشته باشه. اولین مرحله شروع برنامه وارد حافظه میشه و اینجا علامت n رو میبینید داخل یک متوازی الاضلاع، یعنی متغیری
به اسم n تعریف کن در حافظه کامپیوتر به عنوان ساختمان داده و عددی رو بخون داخلش قرار بده. مثلا عدد 13 رو از کاربر میگیریم از طریق کیبورد یا از طریق وسایل ورودی دیگه و در داخل این قرار میدیم. این دستور به معنی اینه: عددی رو از کاربر بگیر و بذار داخل حافظه‌ای که به اسم n تعریف کردی. میشه گرفتن عدد n از ورودی. توی گام بعد اگر n 2 بود، مشخصا اگر n 2 بود میگیم عدد اوله، میایم توی این قسم حرکت میکنیم، میایم پایین، میایم توی این دایره و بعد میایم به سمت این نوشته روی صفحه می نویسیم n is prime. n عدد اوله. تکلیفمون با عدد 2 رو مشخص میکنه. اگر عدد 2 نباشه یک حافظه جدیدی تعریف کنه به اسم p و بعد مقدار 2 رو میذاره داخل حافظه p. این یه عمل انتصابه. عمل انتصاب به این صورتی که ما حافظه به اسم p تعریف میکنیم و عدد 2 رو داخلش قرار میدیم. در گام بعدی میایم اینجا n رو کم میکنیم از براکت n تقسیم بر p ضرب در p. میایم اینو حساب میکنیم. n منهای براکت n پیوم ضرب در p. علامت int به معنی جزء صحیح براکت integer part یا جزء صحیح یک عدد. میگه بیا n رو تقسیم بر p کن، براکت اون یا جزء صحیحش رو بگیر و بعد اینو دوباره ضرب در p کن و از n این رو کم میکن. اگر حاصل 0 بشه به این معنی که n بر p بخش پذیره. اگر این جزء صحیح یک مقدار غیر اشار باشه، مقدار جزء صحیح با مقدار n پیوم برابره و وقتی که n پیوم رو ضرب در p میکنیم مقدار n به دست میاد و وقتی n رو از n کم بکنیم مقدار 0 میشه. پس اینجا بخش پذیری یک محاسبه برای بخش پذیری عدد بر n رو داریم انجام میدیم. داریم محاسبه میکنیم آیا عدد بر p بخش پذیره یا نه. ببینیم عدد n بر p بخش پذیره یا نه. اگر این کاه که حاصل n منهای جزء صحیح n پیوم ضرب در p بشه 0. اینجا نتیجه میگیریم که عدد بر یک p بخش پذیره. پس عدد اول نیست و روی صفحه چاپ میکنیم عدد اول نیست و میایم تو قسمت پایانی. تموم میشه الگوریتم. ولی اگر این 0 نباشه یعنی n بر p بخش پذیر نیست. خب حالا باید چه کنیم؟ p رو یک واحد افزایش میدیم و به جای p قبلی قرار میدیم. این p قبلی 2 پاکش میکنم، یک واحد p به p اضافه میکنم و داخل حافظه p میذارم. یعنی عدد 3 رو به جای عدد 2 جایگزین میکنم توی حافظه p و بعد میام چک میکنم آیا p از n دوم کوچیک‌تره. اگر p از n دوم همچنان کوچیک‌تره میام بالا، اینجا یک حلقه تشکیل میدم. برگشته به سمت بالا به معنی ایجاد یک حلقه تکراریه. دوباره با p 3 میام همین روند رو تکرار میکنم. n رو تقسیم بر p میکنم، ضرب در p میکنم، از n کم میکنم، میذارم داخل حافظه k یا حافظه k تعریف شده. اگر حافظه k 0 شد میام میگم این عدد بخش پذیر بوده، پس یک مقسوم العلیه داره، پس اول نیست. و در گام بعدی اگر این اتفاق نیفتاد میریم به p یک واحد اضافه میکنیم. اگر p اینقدر زیاد بشه که برسه به n دوم و ما هیچ موقع نتونیم تا قبل از n دوم براکت n پیوم ضرب در p وقتی n های n میشه رو 0 بکنیم، یعنی n هیچ مقسوم العلیه تا نصف خودش نداشته. و اگر مقسوم العلیه تا نصف خودش نداشته باشه
دیگه از این بعد هم نخواهد داشت. روی صفحه چاپ میکنیم n is prime و میریم توی حالت پایانی. به این ترتیب ما الگوریتمی داریم برای تشخیص اعداد اول که میتونه اعداد اول رو برای ما مشخص بکنه. این الگوریتم تشکیل شده از یک روند، یک منطق که توی هر گامی عملی که توی گام بعدی باید انجام بشه رو مشخص کرده و یک سری حافظه هایی مثل n، p و k که به اینا میگیم ساختمان داده اون. خب تا این جلسه در مورد فلوچارت، الگوریتم و ساختمان داده صحبت کردیم و با مفاهیم اون آشنا شدیم. با تشکر از توجه شما. تا جلسه بعدی، خدا نگهدار.